درود بر وکس، چطوری نشکس هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم با هم بریم و قسمت دوم آموزش کار کردن با ترینر منیو رو داشته باشیم. خب بریم ادامه کار با ترینر منیو. یه چیزی که توی ویدیو قبلی یادم رفت بگم از بخش پلیر آپشنز، بخش مدل چینجر بود که باهاش میتونیم شخصیت خودمون رو عوض بکنیم. اینجا دسته‌بندی های آدمای مختلف توی بازی رو گذاشته، حالا دسته انیمالز یا حیوونا هم داره. الان مثلا پلیر شخصیت های اصلی بازی رو اینجا گذاشته. این فریماد MP فیمیل و فریماد MP میل هم مال جی تی آنلاین هن. در واقع همون شخصیتیه که توی جی تی آنلاین از صفر میتونید همیشه بسازید. این در واقع پیشفرضش رو بهتون میده، میتونین توی جی تی آفلاین اگه خواستین بسازینش با اون چیزایی که توی ویدیو قبلی گفتم. اگه بخش قبلی رو ندیدین لینکش رو توی توضیحات ویدیو میذارم، بعد این ویدیو حتما برید ببینید. الان چه میدونم مثلا میایم توی بخش انیمالز، میتونیم اینجوری گراز بشیم. بعد چپ کلیک هم که بزنیم هر حیوانی یه کار خاصی انجام میده. گراز میزنه، اینجوری بری جلوی یکی چپ کلیک کنی اینجوری. ایوه خجالت نمیکشی مرتی که حیوان آزاری در روز روشن؟ برو اونور ببینم. گراز آزاری در روز روشن؟ واقعا برو خجالت بکش. اینجوری دیگه. خلاصه که اینجوری دسته‌بندی مختلف داره. مثلا گنگ فیمیل زنایین که عضو گنگ های مختلفن، یا گنگ میل مردایی که عضو گنگ های مختلفن. فکر کنم رئیس مافیایی چیزیه. هر کدوم هم اگر بخوایم به لیست مورد علاقه های همون فیوریت اضافه کنیم، بیایم روی اون شخصیت مورد علاقه بی بزنیم، اینجا از همون یه اسم میخواد. اینتر که بزنم به بخش فیوریت اضافه میشه. اینجا اولین بخشی که داره، اولین که نه دومین بخشی که داره فیوریته، که اینجا هر کدوم رو بی زده باشیم اینجا اضافه کرده باشیم نشونمون میده. وقتی هم که خواستیم برگردیم رو شخصیت های اصلی، فقط کافیه بیایم به بخش پلیرز، هر کدومو که خواستیم انتخاب کنیم. اینجا جالبیش اینجاست فرانکلین جی تی آنلاین هم داره که نشون داده بود مثلا خیلی خفن شده بود و واسه خودش تجارتی برپا کرده بود. اینجا داریم. حالا که اینجوری شد ادامه ویدیو رو با این فرانکلین میریم. خب بریم سراغ ویکل آپشنز. گزینه اول یعنی تلپورت اینتو کلوسست ویکل رو که اینتر بزنم توی نزدیکترین ماشین تلپورت هم میکنه. حالا این ماشینه چون هیچ سرنشینی نداشت منو جای راننده نشوند. اگر برم جلوی این شاستی بلنده وایسم، این گزینه رو بزنم، میبینید نشستم صندلی عقب هستم. اگرم توی یه ماشینی نشسته باشیم، بذارم این ماشین پیدا کنم. به به یه ماشین زیبا اینجا پیدا کردیم. پشمام داشت باز بود. وقتی که توی ماشین بشینیم اول همین ویکل آپشنز یه گزینه اضافه میشه به اسم ریپیر ویکل که حالتهای مختلف داره. اگر روی فول بذاریمش، اینتر بزنیم، ماشین اگر آسیب دیدگی داشته باشه کامل همه چیشو تعمیر میکنه. اگر بذاریم کیپ درت، ماشین رو تعمیر میکنه ولی کثیف نگهش میداره. اگر بذاریم روی کیپ ویندوز اوپن، اگه شیشه ها شکسته باشه تعمیرشون نمیکنه. اگر بذاریم روی کیپ ویندوز اوپن ویث درت، اون موقع هم کثیف نگه میداره ماشین و هم شیشه ها شکسته میمونن. اگر شما میخواید این شکلی ماشینای شهر رو عوض بکنید و ماشینای خفن تری بریزید، لینک ویدیوشو توی توضیحات ویدیو واسهتون میذارم. خب میایم به بخش بعدی یعنی ویکل اسپاونر. گزینه اول اسپاون ستینگز یه سری گزینه داره برای وقتی که میخواید یه ماشین رو ظاهر بکنید. گزینه اول دیلیت اولد ویکل رو اگر تیکش رو روشن کنم، وقتی که من یه ماشین ظاهر کرده باشم و بعدش برم یه ماشین دیگه ظاهر کنم، اون ماشین قبلی رو پاک میکنه، بعدش ماشین جدیده رو ظاهر میکنه. که برای سیستمایی که رمشون پایینه یا کلا نمیخواید الکی مپو شلوغ کنین، به نظرم این گزینه روشن باشه خیلی خوبه. گزینه بعدی یعنی اوتو سیت این ویکل رو اگر روشن کنم،
وقتی که ماشین ظاهر کنم منو میشونه تو ماشین که اینم روشن باشه. خوبه. گزینه اسپان پری آپگریدد رو اگر روشن کنم ماشین رو به صورت پیشفرض روی خفن ترین حالتش ظاهر میکنه. یعنی مثلا حالت موتور، ترمزا، همه چی شد روی آخرین حالت و بهترین حالت میذاره. حتی کاستومش هم میکنه. گزینه پرایمری پینت و سکندری پینت رو تغییر بدیم. رنگ ماشینی که میخوایم ظاهر کنیم و اینجا تغییر میده. هر رنگی من اینجا بذارم، یعنی مثلا میریم روی پرایمری پینت، میریم مثلا رنگای کلاسیک، اگر من اینو بذارم رو بلک، هر ماشینی ظاهر کنم رنگشو مشکی میکنه. حالا ما میذارمش روی نان که همون رندوم باشه. سکندری پینت هم مثلا ته رنگ بیشتر، مثلا اگر بذاریش قرمز میاد یه حاله قرمز میندازه رو ماشین، یه همچه حالتی. این گزینه تاگل رو اگر من تیک بزنم و بعد بیام توی RGB Colors، اینجا میتونم خیلی دقیق تر رنگ ماشین رو مشخص بکنم. یعنی دقیقاً همون کد رنگی که میخوام و اینجا انتخاب کنم که دقیق ماشین اون رنگی بشه. یا حتی اینپوت هکس کد رو که بزنم میتونم دقیقاً کد رنگی وارد کنم و دقیقاً اون رنگ به ماشین بشینه. از بخش بعدی یعنی پلیت، اینجا دوتا گزینه تایپ و تکست داره که از تایپ میتونم نوع پلاک رو تغییر بدم، از تکست میتونم متن پلاک رو تغییر بدم. هرچی اینجا بنویسم اینتر بزنم، ماشین رو که ظاهر کنم دقیقا با همین پلاک میارتش. با گزینه بعدی یعنی saved vehicles میتونیم ماشینامون رو ذخیره کنیم. اگر فرض کن من بیام این ماشین رو بردارم، میخوام این ماشین رو ذخیره کنم، بعداً با یک کلیک همین ماشین رو ظاهر کنم و داشته باشمش. الان من اگر بیام گزینه saved current vehicle رو بزنم، یه اسم ازم میخواد، اسمشو میذارم اینتر میزنم، ماشین رو ذخیره میکنه. مثلا اسمشو میذاریم 1. الان من بیام اسپانو بزنم، ماشین رو واسم ظاهر میکنه. یعنی که میتونم بیام برای اینکه تو هم نشه اینجا create new folder رو بزنم، اینجا یه پوشه بسازم، مثلا اسمشو هرچی میذارم کار مثلا، چه میدونم. اینجا اگر بیام save current vehicle رو بزنم توی این پوشه واسم ذخیرش میکنه. یه دونه اینجا فیوریت هم داره که دقیقا مثل فیوریت مدل چینجر پلیر آپشنزه. دیگه گزینه‌های دیگهش چیز خاصی نداره. دسته‌بندی‌های مختلف ماشینه. این چندتای آخرم ماشین نیستن، مثلا این موتورسایکل، موتور، بایسیکل، دوچرخه است، پلین هواپیماست، هلیکوپتر، بوت هم قایقه. از گزینه رندوم ویکل هم میتونید یه ماشین رندوم، یعنی یه وسیله نقلیه رندوم ظاهر کنید. با اینپوت مدل هم میتونید دقیقاً اسم ماشین یا همون اسپان نیم ماشین رو بنویسید که همون ماشینی که میخواید ظاهر بشه. برای ماشینای ادآن که نصب میکنین رو بازی باید از این گزینه استفاده کنین تا ماشین رو بتونین ظاهر کنین. آموزش نصب ماشین هم لینکش رو باز توی توضیحات ویدیو میذارم. این گزینه فانی ویکلز هم میاد اینجا ماشین عجیب غریب گذاشته، ماشینایی که حالا یا خیلی خفنن یا خیلی عجیبن. مثلا چیزای چرت و پرت گذاشته اینجا، مثلا اومده 3 کاروان رو چسبونده رو هم، یا توالت فرنگی و ماشین کرده، گاو و ماشین کرده، یا یه سری ماشین اسپورت خفن هم اینجا هست که خودتون بیایید ببینید چی به چیه. خب میریم به بخش بعدی یعنی منیو کاستومز. این منو دقیقا همون منویه که توی تعمیرگاه GTA V هم داریم، هیچ فرقی نداره، به خاطر همین دیگه توضیحش نمیدم. فقط چند تا گزینه رو اضافه تر داره. یکیش این اولیه یعنی بنیز اوریجینال موتور ورکس، بیام توش یه اینتریر کالر داره، یه داشبورد کالر. اینتریر کالر یعنی رنگ فضای داخلی، داشبورد کالر یعنی رنگ داشبورد که حالا میتونید این رنگا رو عوض کنید. چند تا گزینه اضافه ترم که داره، مثلا این گزینه هدلایتس اینتنسیتیه
حالا من اگر چراغای ماشین رو روشن کنم، من هر چی بیام این گزینه رو بیشترش کنم، شدت و قدرت نور ماشین بیشتر میشه. هر چقدر کمترش کنم کمتر میشه. حالا اینترم اگر روش بزنید میتونید دقیق عدد وارد کنید. پیش‌فرضش همون یکه. از بخش پلیت تایپ میتونیم مدل پلاک رو عوض کنیم. حالا یکی ماشینه چون پلاک بازی روش نیست تاثیر روش نداره. کاستومایز لایسنس پلیت رو که بزنیم میتونیم متن پلاکش رو عوض کنیم. انجین آودیو رو که بزنیم میتونیم صدای موتور رو عوض کنیم. من سلکت ویکل رو که بیارم همه ماشینای بازی رو اینجا میاره. من هر ماشینی رو اینجا انتخاب کنم روش اینتر بزنم صدای موتورش میفته روی ماشینی که الان سوارم. از این گزینه اینپوت مدل هم میتونید همون دوباره اسپان نیم ماشین رو وارد کنید تا مثلا اگر ماشین ادعانی نصب کردید که صداش فرق میکنه از اینجا بندازینش روی این ماشین. گزینه تاپ اسپید هم هرچی من ببرم بالاتر حد اکثر سرعتی که ماشین میتونه بره بیشتر میشه. حالا میتونم هم کمترش کنم هم میتونم بیشترش کنم. الان روی این یکی ماشین که ماشین خود بازیه نشونتون بدم. الان بیام اتو آپگرید رو بزنم میبینیم که خودش به صورت خودکار یه سری چیزای خفن برای ماشین اعمال میکنه. خب بخش بعدی یعنی ویکل وپنز چیز خیلی خفنیه چون میتونیم از اینجا بیایم سلاح برای ماشینمون بذاریم. الان من گزینه اول رو که فعال کنم اینجوری مشخص میکنه که الان مثلا اگر من شلیک کنم کجا رو میزنه دقیقا. الان ما بیایم اینجا هر چی رو تیکش رو روشن کنیم، مثلا RPG رو تیکش رو بزنم همون رو شلیک میکنه. یعنی الان تیر RPG شلیک میکنه. الان مثلا من فرض کن تنظیمش کنم روی چه میدونم اون تیر برق اون جلو، بعد به علاوه روی نامبر پد رو که بزنم RPG شلیک میکنه. اگر هم بخوایم کلن خاموشش کنیم میایم ترن آل آف رو میزنیم همه رو با هم غیر فعال میکنه. گزینه اسپیدومیتر رو اگر بخوایم روشن کنیم یه کیلومتر شمار ساده واسمون میاره. حالا دو حالت داره، اگر روی دیجیتال باشه این شکلی فقط متنی میاره سرعت رو نشون میده، اگر بذاریمش روی آنالوگ این شکلی واقعا شبیه یه کیلومتر شمار میشه که میتونیم یه خورده تغییرات هم بهش بدیم. مثلا بذاریم روی متریک که بر اساس کیلومتر باشه یا بذاریمش روی ایمپریال که بر اساس مایل باشه. بعد بیایم توی بخش لایت تمز اینجا تمای روشن براش داره، بیایم توی دارک تمز هم تمای تاریک براش داره. اینجوری با گزینه ایکس پوزیشن و وای پوزیشن هم میتونید جاش رو توی صفحه تغییر بدید، مثلا بیارمش وسط صفحه. بخش مولتی پلتفرم نئونزم الان من بیام گزینه تاگل رو بزنم شاید فکر کنید زیر ماشینه ولی نه، میاد داخل ماشین یه چراغ روشن میکنه. نه اگر من برم توی حالت اول شخص میبینید داخل ماشین یه نوری اومده که میتونم شدتشو از بخش اینتنسیتی زیادتر یا کمتر کنم. رینبو مودم که روشن کنم نور RGB میشه. از بخش ست کالر هم میتونم بیام رنگشو مشخص کنم، بذارمش زرد باشه مثلا. بخش بعدی یعنی PV آپشنز یه چیز کاربردیه. من اگر بیام گزینه اول یعنی ریممبر ویکل رو روش یه دونه اینتر بزنم این ماشین توی حافظه این گزینه منیو ذخیره میشه. حالا به چه دردی میخوره؟ حالا من اگر از ماشین پیاده شم و برم همینجوری واسه خودم برم هر جایی که دلم میخواد، بعدن اگر به این ماشین نیاز پیدا کنم میتونم تلپورت این تو سیتو بزنم تلپورت شم تو ماشین، یا تلپورت تو ویکل رو بزنم کنار ماشین ظاهر شم، یا اینکه اصلا نه ماشین مال منه چرا من باید برم پیش ماشین، ماشین باید بیاد پیش من، دشواری نداره. میایم گزینه تلپورت ویکل تو سلف روش اینتر میزنیم جوری ماشین میفته رو سرم. من چون داشتم راه میرفتم اومد کنارم، اگه ثابت وایسم میاد دقیقاً رو سرم. بعد اگر بخوام این ماشین رو از توی این بخش منیو بردارم که بخوام یه ماشین دیگر رو بذارم جاش میام تیک ریممبر ویکل رو بر میدارم و همین دیگه. گزینه اتو درایو خیلی چیز باحالیه. این فرض کن مثلا من میخوام
برم تا مثلا این لباس فروشی اینجا، بعد برم دستشویی، یعنی این بره اونجا من برم دستشویی. اینجاست که این بخش منیو به کارتون میاد. اینجا ما میتونیم حداکثر سرعتی که میره رو مشخص بکنیم، مثلا بذارم 200 تا بره. مثلا درایوینگ استایل رو اگر روی نورمال بذارم خیلی عادی مثل یک شهروند قانون مدار میره. اگر روی ایگنور لایتس بذارم چراغ قرمز رو رد میکنه. اگر روی sometimes overtake ترافیک رو بزنم بعضی وقتا قوانین ترافیک رو رعایت نمیکنه. اگر روی راشت بذارم یه حالتی که انگار عجله داره، چراغ قرمز رو رد میکنه، سبقت میگیره، تون میره، از اینجور کارا. اگر روی اوایت ترافیک بذارم اینم بازی همچین حالتیه، معنیش میشه اجتناب کردن از ترافیک. اگر گزینه push other vehicles away رو هم روشن کنم وقتی که میره ماشینای دیگر رو هول میده اونور. حالا من درایوینگ استایل هم میذارم روی اوایت ترافیک که با هم ببینیم دقیقاً چیه. الان من اگر بیام go to waypoint رو روشن کنم میره به همون جایی که توی مپ مشخص کردم. خیلی خوب، بس دیگه فهمیدیم. بخش اسلم ایت، ببین در اصل کار این بخش اینه که بیاد هندلینگ ماشین رو تغییر بده، مدل رانندگی کردن رو تغییر بده. مثلا من اگر بذارمش روی گزینه اول از همه میبینیم که یهو ماشین کفش میاد بالا و از اون طرف وقتی میخوایم گاز بدیم نمیره. هرچی از گزینه اول رو به گزینه آخر میریم انگار هندلینگ روونتر میشه. مثلا ببینید الان چه سرعتی میره، هم سرعت بیشتر میشه هم هندلینگ روونتر میشه و کف ماشینم میاد پایین تر. اینم مهمه. گزینه بعدی یعنی اوپاسیتی. از اینجا میتونید مشخص کنید که ماشینتون چقدر معلوم باشه. مثلا بزنمش روی 0% که ماشینم کلا نامرئی بشه، 19%، 34%. یا اینکه میتونید بیاین از بخش لول یه اینتر روش بزنید، اینجا دستی عدد وارد کنین که چقدر معلوم باشین. ریست هم که بزنید برمیگرده به حالت عادی. گزینه دمیج اند دیفنس رو من هرچی ببرم بالاتر ماشین ضد ضربه تر میشه. مثلا من بذارمش روی 50، وقتی بخواین دستی وارد کنین یه اینتر روش بزنین اینجا دستی وارد میکنه. خب من با سرعت رفتم تو دیوار، میبینیم که ماشین خیلی چیزیش نشد. حالا میایم میذاریمش پایین تر، هرچی من پایین تر بزنم ماشین بیشتر آسیب میبینم. مثلا الان بیام بزنمش روی -50 دیگه ماشین میشه جعبه دستمال کاغذی. الان اگر من بخوام برم بزنم به اون دیوار میبینیم ماشین یه خیلی بد آسیب دید. کلا سیستم تخریب پذیری ماشین رو تو جی تی ای هر کاریش کنی مزخرفه. حالا این دیگه مثلا خیلی دیگه ماشین آسیب پذیر شده که شده. این چرا بازی کرش کرد؟ به نظرم تا بازی میاد بالا شما هم این وسط بیاید و اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردین ویدیو رو لایک کنین. اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. توی کامنت ها هم بگید که کیفیت تصویر چقدر بهتر شده. همیشه با دوربین جلوی گوشی فیلم میگرفتم، الان دوربین رو چرخوندم دارم با دوربین پشت فیلم میگیرم. و اگه هنوز لایک نکردی لایک رو بزن. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بریم سراغ ادامه. بحث سر تخریب پذیری ماشین توی جی تی ای وی بود که یه دفعه جی تی ای به نشانه اعتراض منو انداخت بیرون. ولی حالا شما میتونید بیاید و ویدیویی که لینکش رو توی توضیحات ویدیو گذاشتم رو ببینین که توی اون یه مودی بهتون معرفی کردم که سیستم تخریب پذیری ماشینا توی جی تی ای وی رو خیلی واقعی تر و خفن تر میکنه. خب گزینه اینوینسیبیلیتی رو اگر روشن کنیم ماشینمون کاملا ضد ضربه میشه. گزینه اینویزیبیلیتی رو اگر روشن کنیم ماشینمون نامرئی میشه. گزینه اتو ریپیر رو اگر روشن کنیم اگر تصادف کنیم ماشین آسیب ببینه خود به خود تعمیرش میکنه. گزینه اتو فیلیپ رو اگر روشن کنیم من اگر ماشین رو چپ کنم خودش خود به خود راست میکنه، یعنی ماشین رو برمیگردونه.
Keep engine and lights on رو اگر روشن کنم، مثلا فرض کن الان من چراغای ماشین رو روشن میکنم، اگه این گزینه روشن باشه من وقتی از ماشین پیاده شم ماشین دیگه خاموش نمیشه. حالا اگر معلوم باشه ببینید هم چراغاش روشن مونده هم موتور روشنه. الان من سوار ماشین بشم خیلی سریع میتونیم به رامون ادامه بدیم، دیگه نیازی نیست صبر کنیم تا موتور رو روشن کنه. گزینه کیل انجین رو اگر بزنم موتور ماشین رو خراب میکنه، یه بار دیگه اگر بزنیمش موتور ماشین رو درست میکنه. رینبو مادو اگر روشن کنم ماشینمون RGB میشه. گزینه اسلایدی تایرز رو اگر روشن کنم لاستیکا خیلی حالت چسبناک میشن، دقیقا نمیدونم اسلایدی یعنی چی. گزینه کروز کنترل اگر روشن کنم دقیقا اینه کروز کنترل توی دنیای واقعی میمونه، یعنی مثلا فرض کن من این سرعت رو دارم میرم، کروز کنترل رو روشن کنم دقیقا همین سرعت رو ثابت نگه میداره میره، من دیگه لازم نیست گاز بدم، فقط فرمون رو کنترل میکنم. گزینه ریس بوست آن هورن رو اگر روشن کنم وقتی که بوق بزنم یعنی دکمه ای رو بزنم ببینید چه اتفاقی میفته. سوپرکار مود رو اگر روشن کنم دیگه اصلا نیاز نیست بوق بزنیم، همین گاز رو که بزنم سرعت عین چی میره بالا. گزینه فلای مود رو اگر روشن کنم ماشینمون پرواز میکنه. الان اگر اسپیس رو بزنم ماشین میره بالا، شیفت رو بزنم ماشین میاد پایین. بخوام برم جلو باید همزمان هم اسپیس رو نگه دارم و دبلیو رو بزنم، چون دبلیو رو بزنم ماشین میاد پایین، باید اسپیس هم همزمان بزنم که هم بره بالا هم بره جلو. دی و ای هم که میچرخن دیگه. الان من بخوام فرود بیام باید شیفت رو نگه داریم ببینیم کجا فرود میاد. ای وای دارم میرم تو دریا، دارم میرم تو دریا، ای وای ای وای دیگه رفتم تو دریا. پشما ماشین هیچیش نشد. ماشین قویه بابا. خب دیگه تیکو برمیداریم و برمیگردیم به ایول ماشین خاموش کرد. ویکل جامپ اگر روشن کنیم دو حالت داره، اگر بزنمش روی تپ اور پرس اسپیس وقتی که یه بار اسپیس بزنم جی ماشین میپره، ولی اگر بزنمش روی هولد اسپیس هر چقدر اسپیس رو نگه دارم ماشین همینجور میره بالاتر، ولش کنم اینجوری با سر میایم زمین. ایول رو چرخا فرود اومدیم. گزینه هایدرالیکس رو که روشن کنم اگر درست بخونمش، اگر دبلیو رو نگه دارم شیفت رو بزنم جلوی ماشین میپره، اگر اس رو نگه دارم شیفت رو بزنم عقب ماشین میپره، اگه ای رو نگه دارم شیفت رو بزنم چپ ماشین میپره، اگه دی رو نگه دارم شیفت رو بزنم راست ماشین میپره. گزینه درایو آن واتر خیلی چیز باحالیه چون باهاش میتونیم روی آب رانندگی بکنیم. حالا من این گزینه رو که روشن کنم و برم روی آب اینجوری میتونم رو آب رانندگی کنم، خیلی جذاب و زیبا. گزینه چایلد لاک رو اگر روشن کنیم برای ماشین قفل کودک میذاره. گزینه دور لاکس رو اگر روشن کنیم در ماشین رو قفل میکنه. حالا اگر پیاده شم چون در رو قفل کردم دیگه خودم هم نمیتونم بشینم تو ماشین. راهش چیه؟ راهش اینه که بیایم همون گزینه اول بود تلپورت تو کلوزست ویکل، اونو میزنیم میشینه تو ماشین. نو گراویتی که روشن کنیم جاذبه دیگه به ماشین عمل نمیکنه. فریز ویکل رو اگر روشن کنیم ماشین تو جاش قفل میشه دیگه حرکت نمیکنه. اگر هم دیگه بزنیم به سیم آخر و ست آن فایر رو روشن کنیم نمیدونم چون نشد ولی ماشین آتیش میگیره. اگر هم از این ماشین خسته شدیم میتونیم بیایم گزینه دیلیت ویکل رو بزنیم و اینجوری ماشین حذف میشه. خب حالا تا اینجاییم بذار گزینه تایم آپشنز هم براتون توضیح بدم که این ویدیو مفیدتر شه. گزینه اول یعنی کلاک اگر روشنش کنیم
هماهنگ میشه با ساعت سیستم و ساعت دنیای واقعی رو بهتون نشون میده. حالا اگر بذاریمش روی دیجیتال این شکلی اون بالا به صورت متنی می نویسه، اگر بذارمش روی آنالوگ این شکلی یه ساعت واسمون میاره که میتونم این بذارمش روی گزینه فریملس و این شکلیش هم بکنم. با گزینه های X و Y هم میتونم جاشو تغییر بدم، مثلا بیارمش بالا وسط. گزینه پاز کلاک تایم رو اگر روشن کنین ساعت بازی پاز میشه، زمان کلا متوقف میشه. سینک ویت سیستم تایم رو اگر روشن کنم ساعت بازی با ساعت دنیای واقعی هماهنگ میشه. با گزینه اور میتونم ساعت رو تنظیم کنم، با گزینه مینت میتونم دقیقه رو تنظیم کنم و با گزینه ورلد اسپیدم میتونم سرعت گذر زمان رو تغییر بدم. الان اگر پازو برداریم، مثلا اگر الان بیشترش کنم سرعت گذر زمان میره بالاتر تا 1.1 داره، بیشتر از این نداره. اگرم کمترش کنم که زمان آهسته میشه، مثلا هرچی بیارمش پایین تر کلا دیگه فرانکلین اسلو موشن میره. الان من اگر یهو بخوام اسلحه بکشم این یارو رو بزنم، تا یارو پا نشده میتونم هدشاتش کنم، اون خانومه رو هم میتونم هدشات کنم و زمان رو برمیگردونیم حالت عادی. خب اینم از این. ویکل آپشنز تمام شد، تایم آپشنز هم خیلی کوتاه بود تمام شد، دیگه چیزی نمیمونه. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو تا اینجاش نگاه کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. اگه خوشتون اومد یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که مثلا اینکه ویدیو گذاشتم بهتون خبر داده بشه و اولین نفری باشید که میایید و ویدیو من رو میبینید. اگر هم سوالی داشتید، مشکلی داشتید، اروری گرفتید، مادی خواستید که واسهتون بذارم تا حالا نذاشتم، حتما توی بخش نظرات بنویسید. من همه کامنت ها رو میخونم و بهشون پاسخ میدم و با امید روزهای بهتر و تا ویدیوی بعدی بدرود.